اگه هنوز فکر میکنی خوشگلا فقط تو اروپا پیدا میشن، امروز قراره به عقیدت توهین بشه. چون تو این ویدیو قصد داریم که زیباترین زنان مدل ایران رو به شما بشناسونیم که مورد آخر اونقدر زیباست که قراره برگات بریزه. مورد اول، محلقا جابری. محلقا جابری متولد 27 خرداد 1368 در اصفهانه. اون فارغ التحصیل کارشناسی رشته تجارت از دانشگاه است. در دبیرستان از بچه‌های زرنگ بود و رشته ریاضی فیزیک خونده. در یک خانواده 5 نفری به دنیا آمده و 2 خواهر به نامای راحله جابری و آرزو جابری داره. جابری یک مدل بین‌المللی مد روز در ایران و ایالات متحده آمریکا است، اما در هند نیز محبوبیت زیادی دارد. در حال حاضر ساکن سندیگو کالیفرنیا در ایالات متحده آمریکا است. مورد دوم، ربکا قادری. احتمالا شما هم حواشی مربوط به اونو درباره آرتا خواننده مشهور گروه وانتونز دیدین و شنیدین، اما حالا میخوایم ببینیم که خود ربکا قادری کیه. ربکا قادری متولد 22 فروردین 1377 در تهران، مدل و طراح لباس ایرانیه. فارغ التحصیل رشته طراحی لباس و در حال حاضر ساکن شهر استانبوله و برندی هم به نامش هست به نام ربکا قادری کالکشن که اتفاقاً با استقبال خیلی خوبی هم از طرفداران مواجه شد. مورد سوم، نگین میرصالحی. نگین میرصالحی متولد 2 نوامبر 1988 در آمستردام هلند. پدر و مادرش اصالتاً ایرانیان و سالهاست که به هلند مهاجرت کردن. او تا به حال با برندهای مطرحی همکاری داشته. از اونها میشه به برند کارتیر و دیور هم اشاره کرد. نگین با شخصی به نام موریتس استیبه رابطه عاشقانه‌ای داره که با کمکش برند گیسو رو تأسیس کرده. این برند محصولات مراقبتی مو تولید میکنه. اگر تا اینجا همراه ما بودین یعنی از این ویدیو خوشتون اومده، پس ممنون میشم این ویدیو رو لایک کنید. مورد چهارم، نگین حقدوست. متولد 10 آبان 1379 در تهران. از فعالیتاش میشه به فشن بلاگر، میکاپ آرتیست، مدلینگ و طراحی لباس اشاره کرد. اون تقریبا از اواخر سال 98 در حرفه مدلینگ فعالیت میکنه و از سن 15 سالگی در دوره‌های آموزشی فنی حرفه‌ای در مؤسسه مود آرت شرکت کرد. نگین در اولین ایونتی که در 16 سالگی شرکت کرده به عنوان طراح برتر نوجوان انتخاب شده و برند لباس خودش رو در 17 سالگی به نام کارشاین تأسیس کرد. مورد پنجم، محدث هنرمند. نام اصلیش محدث حیرت و یکی از بهترین و موفق‌ترین ورزشکاران و مدل‌های زنه. او در اینستاگرام بسیار فعال و روزانه از سبک زندگی خودش عکسای منتشر. مورد ششم، یارا شهیدی. یارا شهیدی در 10 فوریه سال 2000 در مینیاپولیس آمریکا متولد شد. اون مدل و بازیگر دورگه هالیوودیه که از مادری آمریکایی و پدری ایرانی متولد شد. یارا حرفه خودش از سن بسیار کم و تنها در 6 سالگی شروع کرد. از همکاریش میشه با سایر برندها مثل برند پرادا اشاره کرد و همچنین از بازیهاش میشه در فیلمهایی مثل پیتر پن و وندی و خورشید هم یک ستاره است اشاره کرد. اگه تا حالا از این ویدیو خوشتون اومده، مورد بعدی قرار شما رو شگفت زده کنه. مورد هفتم، هدی نیکو. هدی نیکو از مشهورترین چهره‌های ایرانی و اصالتاً اهوازی و در حال حاضر ساکن کشور کره جنوبیه. این مدل چهره تلویزیونی زیبا از زمانهای نوجوانی رویای ستاره شدن در کشور کره جنوبی رو در سر میپرورانده. همچنین میتوان به همبازی شدنش با لی دو هوی، ستاره مشهور کره‌ای در یک سریال تلویزیونی اشاره کرد. مورد هشتم، ونوس کامرانی. ونوس کامرانی یکی از سلبریتی‌های فعال این اینستاگرام در مدلینگ که برای برندهای معروفی فعالیت کرده. اون ابتدا مدل‌های برندهای شال و روسری بود، ولی با درخواست همکاری برندهای پوشاک با اونها هم همکاری زیادی داشت. مورد آخر و البته برگریزونمون، کیمیا حسینی. کیمیا حسینی بلاگر و مدل زیبای ایرانی در وبسایت تیسی کندلر رتبه 21 رو در میان 100 زن زیبای دنیا به دست آورد. او اصالتا اهل اهواز و اولین فرزند یک خانواده 4 نفریه. قدش 160 و وزنش 55 کیلوگرم که میشه گفت اون از همون ابتدا برای عرصه مدلینگ خلق شده. کیمیا حسینی فعالیت خودش رو در اینستاگرام در سال 2017 شروع کرد و با به اشتراک گذاشتن استوری روزانه از روتین زندگی خودش تونست در مدت زمان خیلی کمی به معروفیت برسه. اون به دلیل علاقه بسیار زیادی که به طراحی لباس داشت
برند کیمیا کالکشن رو افتتاح کرد که در آن مانتوهای طراحی شده توسط خودش رو به فروش می‌ذاره. خب به نظر شما کدوم یکی از این مدل‌های ایرانی زیباتر بودن؟ حتما نظرتون رو برای من کامنت کنید. و مرسی که با ما همراه بودین. اگر از این ویدیو خوشتون اومد و دنبال ویدیوهای بیشتری از این قبیل هستین، حتما کانال رو سابسکرایب کنید.